برادران عزیز و گرامی، الحال من در نزدم یک سوالی هست که چند بار برادرها از من پرسیدن که درباره فضیلت استغفار یا کلمه استغفر الله برای ما بیان داشته باشی و چگونه ما طلب مغفرت نزد الله مهربان کنیم. برادران عزیز و گرامی، حقیقتا خیلی موضوعی مهم برای ما و شما هست. شما در دوام گوش کردن احساس میکنین که حقیقتا این برای ما و شما خیلی مهم و ضرور بوده است. میایم برادران عزیز و گرامی از فضیلت ها و از نفرهایی که با این جمله یا با این کلمه که روزها با زبان میگویند، الله مهربان در عوضش در نامه اعمال اینها چی می نویسد گوش می اندازیم. الله مهربان فرمود: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر الله یجد الله غفورا رحیما. سوره مبارکه نساء آیت 110. الله مهربان میگه هرگاهی که شما مبتلا یگان گناه شدین، دست به یگان کار زیشت زدین، دست به نافرمانی از الله کردین، یعنی شما احساس میکنین که همین کار را انجام دادستین این گناهی در پیش الله هست. خداوند میگه وقتی شما مبتلای با این آلودگی و با این گناه شدین، از پشت این گفت شما طلب مغفرت کنید الله را. هرگاهی که پشیمان شدین، هرگاهی که دیگر توبه کردین و دست از او گناه برداشتین، یجد الله غفورا رحیما. الله مهربان میگه مرا هر آینه غفور و رحیم در میابی. یعنی من بعد آنی که تو به سوی من استغفر الله گفتی، طلب مغفرت کردی، من گناهان تو را، اون کرده های تو را از نامه اعمال دور میگردانم. این یک آیت. آیت دوم و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. این سوره انفال آیت 33. الله مهربان گفت تا زمانی که ای محمد صلی الله علیه و سلم در بین این امت هستی، برای اینها من امان میتیم. یعنی یگان سختی و یگان مشکلات و یگان عذاب را بر بالاشون نمیارم تا زمانی که تو در بینشان باشی. الله مهربان میگه زمانی که اگر تو اینها قطع پدرود گفتی و یعنی دنیا را ترک کردی و به خانه آخرت رفتی، اینها را یگانه چیزی که امان میتید، یگانه چیزی که از همه مشکلات خلاصشان میگرداند، این استغفار است، این استغفر الله است. برادر عزیز، از این لحاظ بود که پیامبر نازنین ما گفتن دو امان، یعنی دو نوع امنیت، دو نوع آسایشتگی در بین امت من هست. یکی از اونها گفت من هستم،
یعنی تا زمانی که من در بین این امت باشم، الله مهربان اینها را از اذیت و از مشکلات و سختی نگاه می‌دارد. یعنی برادران عزیز و گرامی، مادامی که پیامبر نازنین امروز که در بین ما نیست، امان ما امروز، امنیت ما امروز، آسایشتگی ما را امروز الله مهربان در این سوره مبارکه انفال آیت 33 چی گفت؟ این است که وقتی که ما همیشه با استغفار مشغول باشیم. اگر همه امت پیامبر نازنین به این مشغول باشد، اینجا وعده الله هست. بین ما به این خوبی، ما به این نکی انشاءالله میرسیم. دیگر چیزی که برادران عزیز و گرامی اینجا آمده است، حدیث امام مسلم است که فرمود که و اینی لاستغفر الله فی اليوم 100 مرة. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند دانید که ای امت من هر روز بین فی اليوم 100 مرة، هر روز من 100 بار استغفار میکنم، 100 بار طلب مغفرت به سوی الله میکنم. یک پیامبری که برادران عزیز، این پیامبر نفری بودن که معصومی از گناه بودن، اینها گناه نمیکردن، بازم این طلب مغفرت میکند به سوی الله مهربان. یعنی اینها تعلیم برای امت است. حدیث دیگری هست، جناب ابو هریره روایت میکند، امام بخاری میارد، میگد سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم. حضرت ابو هریره میگد من پیامبر شنیدم. چی شنید؟ یقول والله انی لاستغفر الله و اتوب الیه فی اليوم اکثر من 70 مرة او مرتن. میگد شنیدم از پیغمبر گرامی که میگفت که والله قسم به بزرگی خدا، من طلب مغفرت میکنم پروردگارم را و توبه میکنم به سوی پروردگارم هر روز بیشتر از 70 بار. ببین کمترین 70 بار، بالاترین تا 100 بار پیامبر نازنین من طلب مغفرت میکرد از الله توانا و بزرگه.